درود دوستان، احوال شما؟ فراد فریدونی هستم. بیش از 5 ساله که تو بازارهای مالی هستم و به عنوان یه رفیق، نه مدرس و آموزگار و اینا، به عنوان یه رفیق میخوام اگه میتونم کمکی بکنم به همشهریام، به هموطنم، به هر کی که این ویدیو رو میبینه کمکی از دستم بر بیاد براش انجام بدم. ببینید دوستان، برای ورود به بازارهای مالی خب ما شرایط جامعه‌مون جوریه که دلار الان حرف اول رو میزنه تو همه زمینه ها. اگه دیگه درآمد دلاری باشه که خیلی عالی میشه. برای رسیدن به درآمد دلاری ذهنیت دلاری هم نیاز دارید. ما یک عمری با ریال سر و کار داشتیم و الان میخوایم بپریم رو دلار. شما خودتون حساب کنید دلار چندین برابر ریال، چندین هزار برابر ریال ارزششه. پس ذهنیتتونم وقتی که ریالیه باید چندین هزار برابر بشه تا دلار رو درک کنه. از دور فکر میکنید که این حرف که من میزنم خیلی یه حرفیه که نه، خیلی راحت شما میتونید دلار رو درک کنید. میشه برای کسی میگم که تازه میخواد ورود کنه یا تازه ورود کرده. برای درک دلار چند سال زمان نیازه، به خدا چند سال زمان نیازه. تو را خدا نرید پکیج بخرید. تکنیکال 10% کل این بازاره. همه این بازارا ذهنیت شما تشکیل میده، پلن معاملاتی شما تشکیل میده. پایبند بودن به اون پلن معاملاتیه که شما را پیروز میکنه. استراتژی تکنیکال الان تو عصر ما یه معجزاتی هست به نام گوگل، به نام یوتیوب، مثل همین اینستاگرام. عزیزانی هستن که دمشون گرم چیزایی که بلدن و رایگان در اختیار بقیه قرار میدن. علمی که بلدن از تکنیکال رایگان در اختیارتون قرار میدن. نرید پکیج بخرید، تو را خدا پکیج نخرید. اوردر بلاک بخواید تو یوتیوب شما سرچ کنید، بیش از هزاران ساعت آموزش رایگان در اختیارتون گذاشتن. پرایس بخواید، اندیکیتور بخواید، امواج بخواید، الیوت بخواید، هر چی که بخواید در دسترس هست. برای ورود به بازار اول از اون خیلی آروم و آهسته بیاید تو بازار. دوم از اون نخواید راه یک شبه راه 1000 شبه را برید. کارهایی که خودم کردم تو این 4-5 سال. من بالا و پایین این بازار را دیدم، بالا و پایین اصلا یه شب پول دار شدن را دیدم. 10 دقیقه همه دارایی من برباد رفته را دیدم. اومدم که تجاربمو بهتون بگم. این پیج من بیشتر با ذهنیت کار دارم. اگه اومدید تو پیج من که از تکنیکال یا دنبال یه شاکلید تکنیکالی میگردید، اشتباه اومدید. پیج من با ذهنتون کار داره. امیدوارم که بتونم کمکتون کنم. مرسی. درود دوستان، احوال شما؟ فراد فریدونی هستم. بیش از 5 ساله که تو بازارهای مالی هستم و به عنوان یه رفیق، نه مدرس و آموزگار و اینا، به عنوان یه رفیق میخوام اگه میتونم کمکی بکنم به همشهریام، به هموطنم، به هر کی که این ویدیو رو میبینه کمکی از دستم بر بیاد براش انجام بدم. ببینید دوستان، برای ورود به بازارهای مالی خب ما شرایط جامعه‌مون جوریه که دلار الان حرف اول رو میزنه تو همه زمینه ها. اگه دیگه درآمد دلاری باشه که خیلی عالی میشه. برای رسیدن به درآمد دلاری ذهنیت دلاری هم نیاز دارید. ما یک عمری با ریال سر و کار داشتیم و الان میخوایم بپریم رو دلار. شما خودتون حساب کنید دلار چندین برابر ریال، چندین هزار برابر ریال ارزششه. پس ذهنیتتونم وقتی که ریالیه باید چندین هزار برابر بشه تا دلار رو درک کنه. از دور فکر میکنید که این حرف که من میزنم خیلی یه حرفیه که نه، خیلی راحت شما میتونید دلار رو درک کنید. میشه برای کسی میگم که تازه میخواد ورود کنه یا تازه ورود کرده. برای درک دلار چند سال زمان نیازه، به خدا چند سال زمان نیازه. تو را خدا نرید پکیج بخرید. تکنیکال 10% کل این بازاره. همه این بازارا ذهنیت شما تشکیل میده،
پلن معاملاتی شما تشکیل میده. پایبند بودن به اون پلن معاملاتیه که شما رو پیروز میکنه. استراتژی تکنیکال الان تو عصر ما یه معجزاتی هست به نام گوگل، به نام یوتیوب، مثل همین اینستاگرام. عزیزانی هستن که دمشون گرم چیزایی که بلدن و رایگان در اختیار بقیه قرار میدن، علمی که بلدن از تکنیکال رایگان در اختیارتون قرار میدن. نرید پکیج بخرید، تو را خدا پکیج نخرید. اوردر بلاک بخواید تو یوتیوب شما سرچ کنید، بیش از 1000 ساعت آموزش رایگان در اختیارتون گذاشتن. پرایس بخواید، اندیکیتور بخواید، امواج بخواید، الیوت بخواید، هر چی که بخواید در دسترس هست. برای ورود به بازار اول از اون خیلی آروم و آهسته بیاید تو بازار. دوم از اون نخواید راه یک شبه راه 1000 شبه را برید. کارهایی که خودم کردم تو این 4-5 سال. من بالا و پایین این بازار را دیدم، بالا و پایین اصلا یه شب پول دار شدن را دیدم، 10 دقیقه همه دارایی من برباد رفته را دیدم. اومدم که تجاربمو بهتون بگم. این پیج من بیشتر با ذهنیت کار دارم. اگه اومدید تو پیج من که از تکنیکال یا دنبال یه شاکلید تکنیکال میگردید، اشتباه اومدید. پیج من با ذهنتون کار داره. امیدوارم که بتونم کمکتون کنم. مرسی.